سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: تلاش جدی مسئولان صحی برای محو کامل پولیو در کشور، کشف صدها میل سلاح در 6 ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی ولایت هرات و هشدار حوثی‌های یمن برای بستن کامل باب‌المندب. امروز یکشنبه 30 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت‌عامه در نشست هماهنگی و ارتقای ظرفیت مسئولان ولایتی این وزارت گفت که برای محو بیماری فلج اطفال یا پولیو باید تلاش‌های جدی صورت گیرد و افزود که افغانستان و پاکستان هنوز کشورهایی هستند که موارد مثبت فلج اطفال در آن وجود دارد. آقای جلالی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه علیه فلج اطفال همچنان گفت که مردم باید برای ریشه‌کنی کامل این بیماری در افغانستان همکاری کنند. وزارت امور داخله اعلام کرده است که نیروهای پلیس مبارزه با تروریسم قماندانی امنیتی ولایت هرات در جریان چندین عملیات طی 6 ماه گذشته صدها میل سلاح را کشف و ضبط کردند. بر اساس خبرنامه این وزارت سلاح‌های به دست آمده شامل کلاشینکوف و تفنگچی بوده و این عملیات در راستای تامین امنیت و مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کردند که در سال 2025 میلادی نزدیک به 900 مهاجر روهینگیایی در آبهای دریای اندامان و خلیج بنگال جان باخته و یا ناپدید شدند، رقمی که این سال را به مرگبارترین سال در این منطقه تبدیل کرده است. به گفته نهاد طی حدود یک دهه گذشته نزدیک به 5000 روهینگیایی در مسیرهای دریایی خطرناک جان خود را از دست دادند. بابور بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این مسیر را گورستان بی‌نشان برای هزاران مهاجر ناامید توصیف کرده است. از سال 2012 تا اکنون 200,000 روهینگیایی برای فرار از آزار و اذیت در میانمار سفرهای دریایی پرخطر را آغاز کردند. و در آخرین خبر حسین العزی مقام ارشد حوثی‌های یمن گفته که اگر رئیس جمهور آمریکا به مانع تراشی در مسیر صلح ادامه دهد ممکن است تنگه باب‌المندب را ببندد. وی در صفحه اکس خود نوشته است که اگر صنعا تصمیم به بستن باب‌المندب بگیرد همه انسان‌ها و حتی جنیات کاملا از بازگشایی ناتوان خواهد بود. این مقام حوثی‌های یمن از ترامپ و دیگر طرف‌های درگیر خواسته تا فوراً تمام اقدامات و سیاست‌هایی که مانع صلح می‌شود پایان دهد. گفتنی است که تنگه باب‌المندب یک مسیر دریایی مهم برای ترانزیت بین‌المللی کالاهای تجاری به ویژه نفت خام و دیگر مواد سوخت است که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و مسیر را برای کشتی‌های تجاری فراهم می‌کند تا به کانال جنوبی رفت آمد کنند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.